آیا لامینت ها ظاهر طبیعی دارند؟ لامینت ها میتونن ظاهر طبیعی داشته باشن، بستگی داره به میزان تراش و برجستگی و سفیدی که انتخاب میکنید. اگر در محدوده رنگ های طبیعی در واقع به صورت ریز دندون ها رو فرم بدن، خیلی طبیعی میشه و برجستگی آنچنانی نداره. چه رنگ و شکلی برای لامینت مناسب است؟ رنگ و شکل لامینیت ها بستگی به فرم صورت و رنگ صورتتون داره. بهتره که برای صورت های مربعی لامینیت هایی که یه خورده مربعی تر هستن استفاده بشن. برای صورت های کشیده لامینیت های کشیده. خیلی بستگی به فرم صورتتون داره و رنگی هم که انتخاب میکنیم بهتر جز رنگ های محدوده طبیعی باشه. از رنگ های خیلی سفید معمولا بهتر استفاده نکنیم چون زیاد طبیعی به نظر نمیاد. اما خب این کاملا سلیقه‌ایه. ممکنه کسی دوست داشته باشه رنگ دندونش خیلی زیاد سفید باشه. طبق خواسته بیمار ما عمل میکنیم. همون چیزی که ایشون بخواد ما هم براش انجام میدیم. لبخندی زیبا با دکتر مریم معینی.